سوره کهف شروع میشه. کهف غار میگه. الله متعال در کوها خصوصا در بین سنگا غارها را یعنی کاواکی را در بین کو جور کرده که بس اوقات در اونجا مردم پناه میبره از باران از این گپا. یکی از جمله غارهایی که سبب پناه شده برای مردمای موحدین اصحاب کهف هستند. رسول الله صلی الله علیه وسلم هم یکی از جمله اسبابی که سبب نجاتش شد امو غار ثور بود که در اونجا پناه برده بودن و الله متعال از شر مشرکین پیغمبر علیه الصلاة والسلام اونجا نجات داد. 3 شب در اونجا پیغمبر تیر کرده بود. این واقعه اصحاب کهف چون که غار خیلی اهمیت داره در اینجا موحدین پناه برده، از خاطر کل سورت به نام سوره کهف یاد میکنه. 69م سورت است در نزول خود و 18م سورت است در تلاوت خود. قبل از سوره نمل و بعد از سوره غاشیه نازل شده. سورت مکی است. سورت های مکی همیشه مضامینش تعلق به عقیده و اصول می باشه. چرا در اونجا احکام زیاد بیان نمیشه؟ به خاطر که موقع عملی کردن احکام موجود نبود. بعد از اینکه پیغمبر هجرت میکنه در مدینه اونجا حکومت اسلامی قایم میشه، آل موقع تعمیل احکام یا تطبیق احکام میشه. از او خاطر یکی از جمله فرقای بزرگی که در بین سوره مکی و مدنی قرار داره همیسته که سوره های مکی بحثش زیادتر تمرکزش بالای موضوع عقیده است و سوره های مدنی زیادتر تمرکز موضوعش تری احکام است. ارتباط صورت قط ما قبل الله متعال در سوره اسراء یا بنی اسرائیل اسباب عذاب بیان کرد که شرک یکی از جمله اسباب عذاب بود. انکار از نبوت پیغمبر صلی الله علیه وسلم، اخراج پیغمبر از وطن، استهزاء بالای پیغمبر یا کلش اسباب چی بود؟ عذاب الله بود. الله در اینجا یک سببش که شرک است اینجا ذکر میکنه و رد میکنه بالای شبهاتی که سر توحید واقع میشه. یا است که در اونجا الله متعال با دلایل نقلی که از انبیاء علیهم السلام موضوع توحید بود ذکر کرد. در اینجا از اولیاء کسایی که پیغمبر نیست لیکن پافشاری سر توحید داره و مبارزه برای توحید کرده، اینجا موضوع توحید توسط حال اصحاب کهف بیان میکنه. در اول سری صورت اول ترغیب به سوی قرآن کریم است. چرا؟ یگانه چیزی که انسان سبب نجات میشه قرآن کریم است و بعد تأمل در قرآن کریم انسان بیدار میسازه و از راه های منحرف تو را بالکل منع میسازه. از او خاطر الله متعال در اول ترغیب به سوی قرآن میکنه، پس از او بدی و مذمت شرک میکنه، پس از او دلیل میگیره بالای ازی که اصحاب کهف مردمی بودن که وا برای توحید قیام کردن و تا آخرین رمق حیات خود از مبارزه توحید دست نورداشتن تا ای که دیگه مجبور شدن آلی دیگه آخرین را برایشان امی باقی مانده بود که ایمان خود قطع خود بگریزانه که مبادا در فتنه ها واقع شوه و یا از ایمان خلاص شوه. از او خاطر اشاره به اهمیت ایمان است. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذی کل صفتای کمال برای الله است. کدام الله؟ الذی امو الله انزل علی عبده الکتاب که فرو فرستاده بالای بنده خود کتاب. در مورد سوره کهف فضایل هم در احادیث آمده، اگرچه یک تعداد احادیث که خصوصا حدیثایی که متعلق عزیز کسی در روز جمعه ده آیت اول یا در بعضی روایات ده آیت اخیر آمده که کسی بخونه از فتنه دجال چی مسئول میشه محفوظ میشه. اما یک عالم امی حدیث هم ضعیف پنداشته، یعنی معنایش ایسته که اینقدر اهتمام به ایام ضروری نیست. او عالم بسیار تحقیق دقیق کرده و کسایی که گفته که حدیث در این مورد قوی است او را هم ضعیف شمرده. به هر ترتیب کسایی که به این نیت تلاوت کرده انشاءالله الله او را اجر میده، به خاطر که بعضی علما حدیث یزیر حسن یا صحیح گفته، از او خاطر عمل به این موجب بدعت نمیشه و کسی برش گمراه گفته نمیتونه. خلیکنی قدر تاکید و ضرورت هم سرش نیست. یک تعداد مردم آنقدر این لازم میکنه سری خود که باید حتما روز جمعه امی گپه امی آیت ها را بخوانه. در اول سری ازی الله متعال ترغیب به خود کتاب میده. الله او ذاتی است که روان کرده بالای بندی خود کتابه
ولم یجعل له عوجا، با این کتاب هیچ نوع کجی و کوری را نگردانیده، یعنی هیچ نوع کجی دایی وجود نداره. در اول الله متعال احسان میگذاره بالای بندی خود رسول الله صلی الله علیه وسلم که بر ازی کتاب داده. او کتاب چه صفت داره، چه خصوصیات و مشخصات داره. الله متعال چند صفت ازی را ذکر میکنه. اول که کتاب کجی نداره، کجی هیچ نوع کجی دایی موجود نیست. رد میکنه الله متعال برای شبهه مشرکین که پیشم پیغمبر علیه السلام انتقاد میکردن و همچنان در وحی الله انتقاد داشتن. میگفتن این افتراست، پیغمبر از خود جور کرده. گاهی اوقات میگفتن که نه این قول کاهناست، نعوذ بالله. گاهی اوقات میگفتن که این چیست، قول شاعر است. این سخنا را مشرکین میگفت در مورد کلام الله. الله جواب میده که هیچ نوع کجی و عیب در این کتاب موجود نیست، نه افتراست و نه قول شاعر است و نه قول کاهن است. چرا؟ بخاطر که در کهانت و در شعر و در افترا مکمل عیب و نقصان است و ای از عیب و نقصان بالکل پاک است. آلی چه رقم کجی دیش نیست؟ قرآن کریم از هر گونه عیب و نقصان پاک است. از امو خاطر در کل قصه هایی که در قرآن کریم میشه یک دروغ کسی پیدا کرده نمیتونه. در احکام الله متعال هیچ نوع ظلم و عبث هدر بیفایدگی را پیدا کرده نمیتونه. در الفاظ قرآن کریم نقصان دیده نمیتونه. در معانی قرآن کریم اختلاف و تناقض پیدا کردن نمیتونه. قرآن کریم مشتمل به این طور معانی و مقاصدی است که انسان کمی تأمل بکنه درک میکنه که کتاب چقدر پرمعنا و پرمفهوم است. و دیگه صفتش قیما لینذر باسا، دیگه صفتش هم الله متعال بیان میکنه در اینجا. ولم یجعل له عوجا، نگردانیده برای قرآن کریم کجی، یعنی خلاف فصاحت و بلاغت هم نیست. یکی دوم است تمام معنا و حکمش خلاف حکمت نیست، بلکه کلش مطابق مصلحت و حکمت است. الله متعال کدام مطالبی که در قرآن کریم ذکر میکنه واقعیت داره، خیالی و بی اساس نیست. قیما لینذر، قیما مهر کننده است بر صحت و صداقت تمام کتابای آسمانی. هر قدر کتابای آسمانی که آمده این کتاب او را مهر میکنه، مهری تایید سرش میمانه. قیما متکفل ضامن است تمام مصالح بندگان. هر قدر بنده های الله متعال که در زندگی خود یا در معاد آخرت خود نیازمندی داره این کتاب او را مکمل بیان میکنه. سوم ترجمه قیما موصوف است به استقامت، راستی و درستی در این کتاب قطعا کجی وجود نداره. چهارم معنا قیما پاسدار دین و نگهبان کتابای آسمانی است. کلی معنا داری موجود داره. لینذر که بیم بده باسا، که بیم بده پیغمبر علیه السلام از او عذابی که شدیداً سخت است. من لدنه، این کتاب از جانب الله متعال آمده. و یبشر المؤمنین، خوشخبری مؤمنا را میده. کسی که باور به این کتاب میکنه، این کتاب لازمه زندگی خود میگردانه، رابطه خود به کتاب پیوند میبنده و همیشه قطش زندگی میکنه. الذین، تنهای تورنی که به زبان بگوید که ما قرآن کتاب الله است، دوست داریم، محبت قطعی قرآن داریم. الذین، همو مردمای مؤمن، یعملون الصالحاتی که به مقتضای قرآن مطابق دستورات قرآن عمل صالح انجام میده. ان لهم اجر حسنا، چی بشارت به مؤمنا میده؟ یقینا برای تور مؤمنایی که عمل میکنه اجر حسن است، بسیار پاداش زیبا و شایسته الله برش میده. از این که بشارت خوب کجاست که الله بر ما میگه رابطه تا به کتاب ما پیدا که عمل سرش بکو، بس دیگه تو خلاص هستی. الله متعال عزت برات میده، اجر و پاداش زیاد میده. او در این شک و شبه نیست. کسی که باور داشته باشه در خدمت قرآن کمی قرار بگیره باز عزت تا نمیدانه، بالکل الله عزت میده، اما بشارتش تحقق پیدا میکنه. خوش شرط است که ما در خدمت قرآن باشیم. خدمت قرآن چند قسم میشه؟ معلوماتی کافی در مورد قرآن دارید، درس و ترجمه تفسیر، ای را باید ترک نکنی، گفته بری برای مردم. خدمت قرآن کریم دیگه چی قسم است؟ در کدام جایی که مرکز قرآن تدریس میشه در اونجا برو خدمت کو، هر نوع خدمتی که میتونی، از نگاه مال، از نگاه منصب و مرتبه،
تو فقط خدمت بکو، الله متعال برای تو عزت میده، این وعده الله است، اجر حسن برات نصیب میکنه. ماکثین فیها بداد، این اجر حسن همیشه هستن، اجر حسن موقت فانی نیست که یک چند لحظه امرایت باشه باز بعد از او بره. مثل جوانی را ما خوش داریم لیکن جوانی ما از بین بره. و ینذر الذین قالوا، بیم بده بترسانه و کسانی را قالوا که میگویا اتخذ الله ولدا، کسانی که مشرک هستند برای الله ولد قائل هستند. مراد از ولد چیست؟ کسی که قائل است که الله نازدانه داره و نازدانی از دو سری الله گپا را میچلانه، سفارش ما را میتانه. اینمی قرآن کریم اطور مردم را هشدار میده، میترسانشه که فکری تا بگیری که تباه میشی. چرا؟ ما لهم به من علم، نیست برای از با شریک گرفتن پسر، نعوذ بالله با پسر گرفتن علم کدام سند و دلیل. ولا لآبائهم، نیست برای پدرایشان سند و دلیل که نعوذ بالله الله پسر گرفته. یهود عزیر علیه السلام پسر الله تلقی کردن، نصارا عیسی علیه السلام پسر الله، مشرکین ملائکه الله را دختران الله معرفی کردن. الله سری کلش رد میکنه که الله کس برای نازدانگی و به اولاد بودن قطعا کسی را نگرفته. خیر یا کدام سند و دلیل داره؟ نه. اینمی پیرویشان یا عقیدهشان در مورد ولد الله ناشی از جهالت و تقلید کرکرانه از پدراسته. پدرایشان بینمی عقیده بود یا هم عقیده را داره، این بدبختی است. امروز که مردم میگیم که نه پشت پدرها را نگیری، پدرای ما بیچاره قرآن برش ترجمه نشده بود، حدیث نمیشناختن، در بسته گلسوالی یک عالم برجسته نبود. ملای بزرگ ما خلاصه خان بود که میگه عربی را خواند. خلاصه کدام خلاصه؟ او خلاصه ای که میگه رفع الیدین چیست؟ حرام. و خلاصه ای که اشاره به سبابه را میگه که اهل الحدیث چی است؟ حرام است. اونو خلاصه را خوانده بود، دیگه علم کجا بود؟ پس پدرها را ملامت نکنی ولی تو دنبالش هم نروی، نوار ملامت کو و نه دنبالی از وا بروی. الله برای تو استعداد داده، زمینه را مساعد کرده برای تحقیق، آلی باید از تحقیق کار بگیری که تا راه حق برای تو واضح شود. در غیر از او اینطوری کارا را نکن. پس از او خاطر اینطور نگو که الله نازدانا داره. من خو خیلی گناهگار هستم، به الله پیش نمیشم، لیکن نازدانا را وسیله میکنم، الله را مجبور میسازه که مرا چی کنه؟ بخشش کنه. نعوذ بالله. الله چی میگه؟ کبرت کلمتا، خیلی بزرگ است همو کلمه، همو سخن. کدام سخن؟ تخرج من افواههم، که میبرای از زبانهای از یا، که میبرای از زبانهای از یا. او کلمه بسیار دشوار، بسیار بزرگ است. اینطور کلمه را نسبت میکنه به الله که الله نازدانه داره. الله چی ضرورت داره؟ نعوذ بالله. چرا نسبت عیب و نقصان به الله میکنی؟ الله به اولاد چی ضرورت داره؟ به اولاد تو ضرورت داری. میگه مال به محنت جمع کرده میره، دیگه کس نخوره، باند میراثم بچم بمانه. یا من ضرورت دارم که پشتیبانم باشه، کاری من سرش تو بکشوه، دستم سرش تو بکشوه. الله متعال به این چیزا ضرورت نداره. از دو خاطر میگه ای یقولون الا کذبا، نمیگه ای مردم مگر دروغ. دروغ صریح بیان میکنه. نعوذ بالله. فلعلک باخع نفسک، شاید که توی پیغمبر علیه السلام هلاک کننده باشی نفس خدا، علی آثارهم، در پی انکار کردن و اعراض کردن از یا. لم یؤمنوا، که ایمان نآوردن به هذا الحدیث، به این سخن شایسته و به این سخن پرمعنا که قرآن کریم است. تو هلاک کنی خدا اسفا، از روی حسرت و افسوس بسیار غم میخوری. نکو غم نکو. رسول الله دعوت و تبلیغ میکرد، زمانی که مردم اج نمیپذیرفت سخت پیغمبر علیه السلام خفه میشد، چون حرص خیلی زیاد داشت که یا باید ایمان بیاره. الله و اینمی غم و اندو تمام روز در بر میگرفت. پیغمبر علیه السلام خسته و خفه بود. الله متعال برش میگه تسلی میده، تو خود هلاک میکنی چی؟ ها؟ به خاطر که ایمان نوردن، اعراض کردن، راه اعراض رو پیش گرفتن. نه 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 نه، مسئولیتی تا ادا کردی. این دلیل بالا از این نیست که نعوذ بالله تو مخلص نیستی یا دعوت تو اثر نداره. نه، محل قابلیتش نداره. محل، این محل پرده های عداوت و دشمنی و حسد و زد ما کمالی محل پوشانده.
سخن نمیره که در قلب بشینه. از او خاطر تو غمگین نشو، بگذار شب ما. از این معلوم میشه که رسول الله چقدر زیاد غم میخورد و الله برش گفت که غم نخور. انا جعلنا ما علی الارض، بله جنت و دوزخ هم پیدا شده، نیک و بد هم پیدا شده، خوب و خراب هم پیدا شده، کلش پیدا شده. مسلمان و کافر هم است، حتما است. الله متعال دو چیزه آلی برای جدا کردن هر دو طایفه پیدا کرده. انا جعلنا ما گردانیدیم ما آن چیزی که علی الارض در روی زمین است، زینتن آرایش و سبب چیست؟ جمال است برای دیگران. میبینید درختها را، گیاها را، ستاره آسمان، مهتاب، آفتاب، کوها را، جویها را، رنگای متنوع را میبینی، مشاهده میکنی، کلش زینت است. زینت یک دیگه زیبایی و جمال است. یک لها زینتا لها، که زینت برای زمین است. چرا پیدا کردیم؟ لنبلوهم ایهم، که ما امتحان کنیم یاره، ایهم کدامشان احسن و عملا، خیلی درست است، خیلی متناسب است، خیلی خوب است از روی عمل. به این خاطر ما زمین رونق و زیبایی دادیم، به این خاطر که معلوم شود کی احسن عمل میکنه، عمل احسن میکنه. الله متعال میگه پیدا کردن نمایش و امتحان اردویش برای چی است؟ برای جدا کردن دو طایفه است. یک طایفه او که خط سیر خود نعوذ بالله رای اعراض مخالفت قرآن جور کرده، یکی او که خط سیر خود فقط منهج قرآن جور کرده، سری قرآن عمل میکنه. از او خاطر اینطور نیست که کل مردم قرآن بپذیره، یک تعداد میپذیره، یک تعداد نمیپذیره. و این رونق دنیا را که ما آوردیم، زیبایی را، این دو طایفه را به هم جدا میکنه. یک تعداد مردم فقط زیبایی دنیا را اصلی مقصد فکر میکنه، اتکا و اعتماد سر از او داره، از او خاطر از قرآن اعراض میکنه، شب و روزش فقط در لهو و لعب و ساتیری دنیاوی است. لیکن یک کسی دیگری هست که فقط آخرت متوجه است، اصل مقصد زندگیش پیدا کردن و درست کردن آخرت است. الله متعال این نعمتهای دنیوی را، زرق و برق دنیا را که پیدا کرده، به خاطر که اردو طایفه با هم چی شود؟ جدا شود، مسیرشان مشخص شود و بعد از او مطابق همون مسیر قطعشان معامله صورت بگیره که کاری خوب کرده یا بد کرده. در اینجا ایهم احسن عملا میگه، کدامش خیلی درست است عمل، نمیگه اکثر عملا، کدامش عملش زیاد است. پیش الله کیفیت عمل اعتبار داره، نه کمیت عمل. یک انسان 2 رکعت نفل میخونه، یک انسان دیگه 6 رکعت نفل میخونه. 2 رکعت به کمال خشوع و خضوع، با رعایت آرامش در قومه، جلسه، همین قسم ترتیل قرائت، در پورا کردن دعاها، در رکوع سجده و در قاعده، این خیلی بهتر است از او کسی که 6 رکعت، 10 رکعت، 20 رکعت میخونه. چرا؟ پیش الله کیفیت عمل معتبر است. کیفیت عمل وقتی میشه که موافق نقشه رسول الله عمل صورت بگیره، اینجا کیفیت عمل است. از او خاطر ابن عیاض صاحب میگه که احسن عمل او را میگه که اخلص و اصوب باشه. اخلص ایمانا به خاطر الله خالص بکنی، اصوب ایمانا که موافقی کی دستور و تعلیم رسول الله صلی الله علیه و سلم باشه. پس این تراویح امروزی وطن ما و شما را خوب مقایسه بکنی. کسی که 8 رکعت میخونه و او تقریبا 2 ساعت در بر میگیره، و کسی که 20 رکعت میخونه امروز ختم لیکن 1 ساعت در بر میگیره. این حالی فرق شما قائل شوی که چی است؟ کثرت اعتبار داره یا کیفیت؟ کیفیت اعتبار داره. پیغمبر تعداد رکعات زیاد نکرده، نماز دور و دراز کرده، قومیش، جلسهش، رکوعش، سجدهش، خب با آرامی. چرا؟ اگر زیاد تا میشی بالا میشی، تا میشی بالا میشی، هیچ توجه آدم طرف الله برابر نمیشه. نماز که طولانی شود توجه آدم طرف الله پیدا میشه. این نکته ها را امروز امامای ما هیچ نمیفهمه. فقط همین قشونی تراویح زود خوانده میشه. از کدام دلیل؟ ها؟ این خود زمیندارا میگفت که زود خوانده شد که ما مانده هستیم. فقط همون نامیشه بکنیم پس بریم خلاص در خانه خو کنیم. مولا صاحب امام مطابق ذهن از ما میگه تراویح است. چرا تیز میخونی؟ میگه تراویح است.
کی گفته که تراویح تیز خوانده شود؟ صحابه کرام چی میکرد؟ در زمان عثمان رضی الله عنه سری عصا چوب خدا می پرتافت از دست یزی که طولانی مسجد قرائت. و انا لجاعلون ما علیها سعیدا، ما گرداننده استمان چیزی را علیها که بالای روی زمین گردانیدیم. کل چیزای پر رونق یک روز میبینی، ای بلدنگ های قشنگ و زیبا، آسمان خراشه، ای درخت های سبزه که پر از میوه و ای گلای چیسته رقمه، ای دشتا و بیابانایی که خیلی صاحب جمال است. روز فرا میرسه که فقط میدانی خالی است. ما گرداننده هستیم ما آن چیزی را علیها که بالای روی زمین است، انواع بلدنگ ها و چیسته درخت ها و گلکاری ها و همه گپا، سعیدن جرزن میدان مکمل خالی، هیچ چیزم باقی نمی باشد. پس این مردم اتکا به این نکنه، اعتماد به این مال متاع جان دنیا، جلال دنیا، بلدنگ دنیا، موتر دنیا، منصب دنیا، دا کلش اعتماد نکنه. چرا؟ به خاطری که یک روز میدان خالی میشه، تیاری بگی برای آخرت، نکوی اعتماد سری من و نقی دنیا. تیاری بگی برای آخرت، تیاری آخرت چی رقم بود؟ که تو تابیداری کتاب الله را بکن، مطابق یزو دستور یزو زندگی تا بهتر کن. ام حسبتن اصحاب الکهف و الرقیم، تو گمان داری مخاطب که یقینا صاحبان غار و الرقیم صاحبان تختی که نامه از واده او نوشته شده، کانو بودن من آیاتنا عجبا، از نشانه های قدرت تعجب آوری ما بود. شما این رو تعجب میکنه؟ نه، ذکر دا نشانه های تعجب آوری دیگه وجود داره، تنها این نیست. اصحاب کهف و رقیم دو طایفه است یا یک طایفه؟ قول راجح است که یک طایفه است. اصحاب کهف هم برش میگه چون که در غار پناه برده، رقیم برش میگه به خاطر که در تخته نامه از وان نوشته شده. او بعضی هر دو جدا میسازه. امام بخاری رحمه الله اصحاب رقیم و 3 نفر که در غار گیر آمده بود، باران سر شده بود، در مورد ازوی را گفته، لیکن قول ازو در اینجا قابل خطاست. اینجا اصحاب کهف هم یک مردم است. داستان اجمالی اصحاب کهف میکنیم، بعد از او آیات ازی خیلی پرمعنی و پرمطلب است، او خیلی دقیق باشه، او خیلی به درد ما میخوره و درس عظیم است در کل ترجمه ما، که ما و شما از این درس بگیریم. اصحاب کهف، الله متعال نمونه دنیا را، فنای دنیا را برای ما میگه. اصحاب کهف اولاد مردمای متمول، مالدار و منصبدار بود، لیکن کدام ترجیح داده؟ مال و متاع دنیا را منصب یا دین ترجیح داده؟ اول درس برای ماست. الله متعال که کدام امتیاز برای اصحاب کهف میده، اول امتیازشان است که یا مال و متاع دنیا را نادیده گرفت، دین اولیت بخشید و دین ترجیح داد. انسان هرگاه در بین دو امر قرار میگیره، ترجیح دین و دنیا، کدامش ترجیح میده؟ دین ترجیح میده. حرام و حلال، حلال را ترجیح میده. و این نمو موضوعی است که روزمره ما و شما مواجه هستیم، روزمره در تمام مسائل ما اینمی طور است. معامله برام پیش میشه، یک طرف موضوع آخرت و دین است، دیگه طرف معامله دنیا و چیست، قوم و قبیل و ایگا پاسته. کدامش ترجیح میدی؟ اول درسی است. در دنیا خود جوانا از آدم علیه السلام تا امروز زیاد تیر شده. چرا اصحاب کهف الله امتیاز داده؟ چرا خصوصیت داده؟ خصوصیتش پشت سر بر ما بیان میکنه. او کدام است؟ تقلید کورکورانه را ترک کرده. او وصف مشخصی اصحاب کهف که سببی یادبودی از ما در قرآن کریم تا روز قیامت میشه، او کدام است؟ کدام است؟ بگه. ترک تقلید کور، رای تحقیق گرفتن، رای تحقیق گرفتن. از او خاطر ما هم درس میگیریم که ما رای تحقیق میگیریم، تقلید گوشای خدا کش میکنیم که دنبالی کسی روان شویم، بغیر از دنبالی کی؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم. بله، علما خدمات کرده، مسائل بر ما مستنبت کرده، بر ما جمع کرده، علی الرأس والعین، قدر و قیمت پیش ما بالکل داره، اما مقتدای ما شده نمیتونه که ما دنبال از واده خشک و ترش برویم. کدام وقتی مردم بوده، اگرچه زیادتر مفسرین ذکر کرده که در بین زمانی عیسی علیه السلام و پیغمبر علیه السلام است، لیکن راجح قول است که نه،
این از زمان عیسی علیه السلام که در پیش بوده. چرا؟ به خاطری که مشرکین مکه زمانی که پیغمبر علیه السلام دعوتش گسترش پیدا کرد، به خاطر جلوگیری از اینکه پیغمبر علیه السلام شانده باشه از دعوتش، بین خود مشوره کردن که بریم یهود علماست با سواد است، از وا پرسان کنی که از این پیغمبر یک چند سوال بکنیم که پیغمبر چی شود؟ بگه لا جواب شود و زمینی تبلیغات و افواهات بر ما برابر شود، این آدم هیاهوی کده از دعوت منصرف بسازیم. وقتی که دو نفری کلان خود روان کرد در پیش یهود در مدینه، یهود برشان مشوره داد که 3 سوال از این بکنی. یک سوال بعد جواب نگوی، اگر جواب نگفت پیغمبر است. او 2 سوال بعد جواب بگویه. روح سوال کنی بعد جواب نگوی، اگر گفت پیغمبر نیست. اما در مورد او جوانام سوال کنی که کی بودن که در غار رفتن.